اعوذ بالله، منم شیطان رجیم. سالی که گذشت پارسال بود، سالی که آمده هم امسال است. البته دشمنان تبلیغ میکنند که دولت خدوم هیچ کاری انجام نداده، اما در همین قضیه تحویل سال دیدیم که آقای رئیسی تونست سال 402 رو به سال 403 برسونه. این اگه اسمش جهش نیست پس چیه؟ سالی که گذشت برای بنده سال سوزش مضاعف و توپوزی خوردنهای خفن بود. رفتیم منطقه جنگی راه انداختیم، گفتیم بشینیم یه لقمه دور هم بزنیم، اما لقمش بد جوری عظما خفه کن بود. 1 سال تموم بنده حریر زور مضاعف زدم که بلکه از این گاو انتخابات یه شیر خالص سازی شده بدوشیم، بزنیم تو رگ نظام وامونده. اما دشمنان یه کاری کردن، گاوه نشست رومون و به سر تا پامون چیز کرد که دیگه اسمشو نمیبرم. شیر خالص سازی شدنم زهر و تلخ کردن که تبدیل شد به تلخی سال. البته سالی که گذشت سال ارتحال آور تاولخیزی هم بود، از بس که اقصانقات این جسم ناقص ما رو افتشاشگرا و فتنگرا زدن ترکوندن. جا داره از زحمات رئیس جمهور گاگول خودم ابی جان رئیسی هم تشکر کنم. نقش این ابی من تو نظام مثل نقش سوراخ کمربند میمونه، همیشه هست اما به کار ولایت نمیاد. در سال جدید اقدامات بسیاری انجام خواهیم داد. ما در سال جدید جنتی رو به ذخایر انرژی فسیلیمون اضافه میکنیم. در آینده میشه بشکه‌ای $100 به اعماق استراتژیک صادرش کرد. ما با وارد کردن یونجه از روسیه مشکل تغذیه مجلس رو هم حل خواهیم کرد. دشمنان در تبلیغاتشون میگن که جوانان فرصت تفریح و تحصیل و کار و آینده و امید و اینا ندارن، در حالی که بنده پرسجو کردم دیدم این حرفا دروغه. پسر آقای قالیباف، دختر آقای مکارم، پسر آقای صدیقی مگه جوون نیستن؟ بنده حقیر 1 بار هم ندیدم گله کنن. سال گذشته رو سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردیم که نامگذاری بسیار خوبی بود. تورم حالا درسته که مهار نشد اما خوشبختانه هار شد. فرقش یه میم ناقابله. در زمینه تولید هم رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم. چای دبش بود، عطر پروژه یاس بود، سیسمونی قالیباف بود، شاسی بلند بود، آخریش هم که 1000 میلیارد تومانی بود که وارد حساب کاظم جان صدیقی شد. سال جدید رو به نام رشد تولید با مشارکت مردم نامگذاری میکنم. معنی رشد آخر سال بهتون میگیم، مشارکت مردم هم دیگه نیازی به گفتن نداره. منظور از مردم اونایی هستن که امام حد تعیین بودن بهشون داده، یعنی پاسداران و عوامل بیت و اینا هستن، چون مردم که اکثرهم لا یعقلون هستند. در پایان دست ناقصم و به سمت مرقد امام قاتل میگیرم و میگم اماما تا نکشتی ما رو از دنیا نبر. طول عمر با عزت به سقط شده ها و ترکیده های نظام عطا کن. در برابر دشمنان 92% که در انتخابات خودی نشون دادن یه فکری به حال ما بکن. البته ما از اونایی هستیم که دعاهامون میخوره به پنجره، باید کمونه میخوره به سقف، سقف خراب میشه سرمون.